افغانستان کې اقتصادی حالات کوم لور ته روان دي؟ که امارت اسلامی از نو یک ساختار جدید در افغانستان طراحی و مهندسی کرد. له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره زموږ اقتصادي اړیکې کوم اوج ته رسیدلي دي؟ صادرات افغانستان میتونه هم به نفع ما باشه هم به نفع همسایگان ما باشه. واخان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره مهمه لار ده؟ و اولویت‌های مردم افغانستان و نیازمندی‌های مردم افغانستان را در پروژه‌های خود مد نظر قرار بدن، نه خواست‌های دونرها را که به اونا توصیه می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. پورا 3 کاله کېږي چې په افغانستان کې بشپړ او ډاډمن امنیت تامین شوی چې ورسره هممهاله په کور دننه لوړې اقتصادي پروژې تر کار لاندې دي او ګڼ شمېر نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. اقتصادي پرمختګونه له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې او په کور دننه اقتصادي پروژې دا او دې ته ورته مسایل نن په دې ځانګړې مرکه کې د اقتصاد وزارت د مسلکي مرستیال دکتر عبداللطیف نظری څخه پوښتم. دکتر صاحب ستړي مشئ، ښه راغلاست ته وایم. سلامت باشین. تشکر شما. د لومړۍ پوښتنې په څیر که دا راته ووایي چې اوس مهال په افغانستان کې اقتصادي حالات کوم لور ته روان دي؟ وضاحت راته راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما و مردم شریف نجیب افغانستان. اجازه بدین من هم فرارسیدن 3مین سالگرد پیروزی امارت اسلامی را که سرآغاز استقلال و پیروزی مردم افغانستان بود برای همه مردم افغانستان و تمامی آزادگان جهان تبریک بگوییم. در ارتباط با پرسش شما باید بگویم که وضعیت اقتصادی افغانستان در حال حاضر رو به پیشرفت است. چالش های جدی فرارای پیشرفت اقتصادی کشور مشاهده نمیشه با وجودی که ما هنوز در تحریم هستیم و برخی محدودیت های بانکی وجود داره و دارایی های مردم افغانستان منجمد شده و بلوکه شده، اما با این وجود ما تانستیم با سیاست خودیاری و اتکا به ظرفیت های ملی و عواید ملی خود قدم های بسیار جدی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور برداریم. پروژه های کلان اقتصادی را راه اندازی کردیم و اعمار جاده ها و شهرهای افغانستان در دستور کار ما قرار داره و همچنین بازسازی و نوسازی در درون کلان شهرها هم جریان داره و عواید ملی ما روز به روز در حال افزایش است. نظارت بر بنادر افغانستان بسیار به صورت جدی وجود داره، فساد ریشه‌کن شده. بنابراین همه از اینا نشان دهنده ای است که سرمایه گذاری روز به روز در حال رونق گرفتن است و این نوید دهنده رشد و توسعه اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه مدت برای مردم شریف و نجیب افغانستان خواهد بود. دکتر صاحب محترم، پورا 3 کاله کېږي چې اسلامي امارت په هیواد باندې واکمن شوی دی. په دې 3 کلونو کې موږ څومره اقتصادي لاسته راوړنې لرو، څومره اقتصادي پرمختګونه مو کړي؟ 3 کاله کېږي چې فتح راغلی او په هیواد کې اسلامي امارت واکمن شوی. شما میدانید که از نظر علمی 3 سال برای رشد و توسعه اقتصادی زمان زیاد نیست، به خصوص که امارت اسلامی از نو یک ساختار جدید در افغانستان طراحی و مهندسی کرد، امنیت را تامین کرد و در واقع روابط گسترده‌ای را تانست با کشورهای همسایه و منطقه و حتی جهان مفصل بندی بکنه. اینو زمان زیاد را نیاز داشت. با این وجود ما در حوزه اقتصادی پیشرفت های مشخص داشتیم. امروزه پول ملی ما در منطقه از نظر ثبات بی‌نظیر هست. نرخ تورم را ما کنترل کردیم. عواید ملی خود را به گونه‌ای تنظیم کردیم که تمام بودجه ملی ما از عواید داخلی تنظیم میشه. معاش کارمندان ما از عواید داخلی تامین میشه و همچنین ما تانستیم آبهای کشور را به صورت درست و در مغایرت با آنچه که در گذشته ها بود بر اساس منافع ملی خود مدیریت و مهندسی بکنیم بدون اینکه قصد تنش با کدام کشور را داشته باشیم. و ما تانستیم پروژه کلان قشتیپه را فاز اولش تکمیل کنیم و فاز دوم را راه اندازی بکنیم که کار به صورت بسیار جدی جریان داره. ما تانستیم
روابط گسترده اقتصادی و تجاری را با کشورهای همسایه و منطقه طراحی بکنیم و او را از حالت بالقوه و بالفعل برسانیم. همچنین در ارتباط با پروژه های کلان منطقه‌ای مثل تاپی و کاسا 1000 ما قدم های بسیار جدی را برداشتیم و در این راستا موفقیت هم به دست آمده. همچنین در ارتباط با استخراج معادن افغانستان به صورت شفاف ما قدم های مثبت برداشتیم. اینا همه فعالیت ها و دستاوردهایی هست که ما طی نزدیک به 3 سال تانستیم او را به دست بیاریم و امروزه الحمدلله وضعیت ما به گونه مطلوب هست که حتی مراکز بین المللی مثل صندوق بین المللی، پول، بانک جهانی تحسین میکنه کارکردهای ما را، شفافیت را که ما ایجاد کردیم، نظارتی که ما بر کارکردها داریم و ریشه‌کن شدن فساد که به عنوان یک اولویت مهم در برنامه‌های ما قرار داشت. همه از اینا مورد تحسین جهان است و اینا دستاوردهای عمده هست و خاطر ای که وقتی فساد نباشه، وقتی امنیت تامین باشه، سرمایه‌گذاری در داخل کشور رونق پیدا میکنه. لسیمی او گاونډیو هیوادونو سره زموږ اقتصادي اړیکې کومه اوج ته رسېدلې دي او په کومو حالاتو کې دي؟ لسیمی او بالخصوص له گاونډیو هیوادونو سره زموږ اقتصادي اړیکې څه ډول دي؟ روابط ما با کشورهای همسایه و منطقه الحمدلله روابط همراه با اعتماد به نفس، همراه با تنش‌زدایی و اعتماد سازی و در پرتو مراودات گسترده اقتصادی، تجاری و ترانزیتی هست. با وجودی که ممکنه برخی مشکلات سیاسی بین ما و برخی همسایگان ما وجود داشته باشه، اما ما تلاش کردیم که مسائل اقتصادی و تجاری را از مسائل سیاسی و امنیتی تفکیک بکنیم و با کشورهای همسایه در ارتباط مذاکرات همه جانبه داشتیم و ما این درک را به کشورهای همسایه خود منتقل کردیم که افغانستان با همسایگان خود منافع مشترک و تهدید مشترک داره. بنابراین یک افغانستان قوی، یک افغانستان متحد و یک پارچه و رشد یافته از نظر اقتصادی و تجاری میتونه به نفع ثبات منطقه باشه و بسیار از کشورهای همسایه ما این درک ما را پذیرفته. به همین دلیل که ما امروزه روابط گسترده اقتصادی و تجاری و ترانزیتی با همسایگان خود داریم و این روند روز به روز در حال افزایش است. این نشان میده که سیاست اعتمادسازی و تنش‌زدایی امارت اسلامی با همسایگانش موفق بوده و ما در پرتو همکاری اقتصادی و تجاری و ترانزیتی میتونیم این منطقه را به شکوفایی اقتصادی برسانیم که در او نسل جوان ما هم صاحب اشتغال میشه، صاحب کار میشه و به گونه قدرت خرید خانواده ها در پرتو این همکاری ها و مراودات و تعاملات گسترده اقتصادی بین ما و همسایگان میتونه از این روند مستفید شود و قدرت خرید از اونها هم افزایش پیدا بکنه. قدرمن مرستیال صاحب تاسو ویلي چې موږ له ګاونډیو او بالخصوص له سیمې هیوادونو سره ډېر ښې اقتصادي اړیکې لرو، روابط زموږ ډېر ښه دي، خو ولې ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د صادراتو پر مهال دروازې تړي؟ د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره څه شوي، هڅې شوي د اسلامي امارات له لوري او د هغې هیواد له اقتصاد یا د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له مسؤلینو سره چې تر څو دغه ستونزه دایمي حل شي؟ ولې یګان وخت د افغانستان د صادراتو پر مهال د ګاونډي له لوري دروازه تړل کېږي، دلته زیاته خساره افغان تجاران ویني. د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره څه شوي او که نه؟ این سنت متاسفانه از گذشته ها برای ما به میراث مانده بود. یعنی در گذشته ها هم برخی همسایگان ما در یک فصل خاص دروازه های خود بسته میکرد که باعث ضرر و زیان به تاجران ما و سرمایه گذاران ما میشد. در این دوره هم ما هر از گاهی شاهد چنین روندی بودیم. ما بر از چند راه حل را جستجو کردیم که در ارتباط با سیاست فعال و صلح‌آمیز خود این روند دنبال کردیم. اولی که مذاکره و گفتگو کردیم با همسایگان خود که صادرات افغانستان میتونه هم به نفع ما باشه، هم به نفع همسایگان ما باشه، چون در واقع این میتونه در یک فصل خاص با توجه به میوه ارگانیکی که در افغانستان وجود داره، با توجه به محصولات خوبی که ما داریم که در بازارهای بین المللی بعضی از اینا بی‌رقیب است، مثل زعفران، مثل میوه خشک ما و مثل در واقع نباتات طبی ما، اینا به دلیل مو جغرافیای خاصی که افغانستان داره در مارکت بین المللی بسیار خریدار داره و قطعا این میتونه هم به نفع ما هم به نفع همسایگان ما باشه. دومین نکته است که ما دست بسته ننشستیم، بلکه راههای بدیل جستجو کردیم و چند گزینه را برای صادرات خود در نظر گرفتیم. بنابراین اگر برخی همسایگان ما در یک فصل خاص مانع صادرات ما میشه، ما راههای دیگه ای را که مد نظر قرار دادیم از او راه ها سعی میکنیم صادرات خود را به جهان منتقل بکنیم. بنابراین امروزه با توجه به روابط گسترده‌ای که ما با
تمام همسایگان و کشورهای منطقه و پیرامونی خود داریم، قطعا اگر یک کشور خاص بخواد مانع در برابر صادرات ما ایجاد بکنه نمیتونه این مانع جنبه عملی پیدا کنه. چرا؟ چون ما چندین راه دیگره، دهلیزهای هوایی و زمینی را جستجو کردیم، در این ارتباط گام‌های جدی را برداشتیم و از اون طریق ما میتونیم اموال تجارتی خود را به جهان منتقل بکنیم. اما اصل سیاست ما بر حسن همجواری با همسایگان است. ما میخواهیم مراودات ما، صادرات ما با همسایگان یک روند مطلوب طی بکنه و روابط ما از نظر اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی با همه همسایگان یک روابط نیک همراه با احترام متقابل باشه. کرش واخان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره یو مهمه لار ده، څومره یو مهم دهلیز دی او ورسره ترڅنګ مثلا دغه نږدې وخت کې به وصل شي، نږدې وخت کې به د چین ته د افغانستان او چین به سره وصل شي، څومره یو مهم دهلیز د افغانستان د صادراتو و وارداتو لپاره. در اهمیت واخان امین نقطه کافی هست که چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا و یک کشور تاثیرگذار در سطح نظام بین الملل میتونه از این طریق با ما مراودات گسترده اقتصادی و تجاری و ترانزیتی داشته باشه و تسهیلات بیشتر برای صادرات ما فراهم خواهد شد در بازارهای چین و همچنین از این طریق ما میتونیم تسهیلات را در گسترش مراودات میان ما و کشورهای آسیای میانه مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم. حتی ایران میتونه از این راه با خاطر اینکه یک راهی آسان و یک راهی کوتاه هست در انتقال اموال تجارتی، میتونه از این روند با ما گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری را در دستور کار خود قرار بده. بنابراین بندر واخان هم برای ما هم برای کشورهای پیرامونی ما به خصوص چین و آسیای میانه میتونه فوق العاده حائز اهمیت باشه و باعث این میشه که مراودات گسترده اقتصادی و تجاری و ترانزیتی بین ما و کشورهای آسیای میانه و چین شکل بگیره و قطعا با توجه به نقش گسترده‌ای که چین در تحولات کلان اقتصادی در سطح نظام بین الملل داره، از این نظر میتونه هم در واردات و هم در صادرات به افغانستان مدد زیاد برسانه و این باعث رونق تجارت ما در سطح منطقه خواهد شد. وخت نه وخت اوسم مرسته صاحب کله نه کله وخت نه وخت په بندرونو کې ستونزې ولاړېږي د افغانستان صادراتو په اړه. د افغانستان صادراتو پر مهال که چیرته واخان جوړ شي، د واخان لاره تکمیل شي، بشپړ شي او صادرات او واردات پې شروع شي، فکر کوئ چې دغه کومې ستونزې چې اوس له ګاونډیانو سره وخت نه وخت راولاړېږي دا به حل شي د صادراتو او وارداتو پر مهال کله چې موږ صادرات نورو هېوادونو ته کوو یا ګاونډیانو ته کوو په خاص توګه؟ خب ببینید، اولا بندر واخان در مغایرت با منافع ملی هیچ کشور همسایه نیست. ما در عصر جهانی شدن به هر میزانی که مراودات گسترده با کشورهای همسایه و منطقه و جهان داشته باشیم به همون میزان میتونیم شگوفایی اقتصادی را در کل منطقه احیا و اعمار بکنیم. بنابراین هیچ کشوری، هیچ بندری نباید از این روند متاثر شود. اگر احیانا برخی کشورها احساس میکنه که بندر واخان میتونه در مغایرت با منافع ملی از اونا باشه، ارتباط پیدا میکنه با نوع رویکرد اقتصادی و تجاری و سیاسی و ژئوپلیتیک کشورها داره به تحولات منطقه و افغانستان. اما از نظر ما بر اساس منافع ملی خود میتونیم بندر واخان به مرکز ثقل تحولات اقتصادی و تجاری در منطقه تبدیل بکنیم و همه کشورهای همسایه از این منتفع میشه و سود میبره. منتها همسایگان ما باید درک بکنه که در حال حاضر یک فصل جدیدی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه به وجود آمده. ما هم میخواهیم مثل همه همسایگان خود از مزایای منافع ملی خود، از آبهای خود، از جغرافیای ژئوپلیتیک خود، از بنادر استراتژیک خود مستفید شویم و این حق مردم افغانستان است که از این بنادر بتونه در راستای ثبات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی کشور خود بهره برداری بکنه و قطعا این ما به نفع تمام کشورهای همسایه میدانیم. وین سه محترم یو بل پختنه ده چې پوره 3 کال کېږي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین شوی. بهرني پانګوال په خاصه توګه چینایان افغانستان ته راځي او دلته د پانګونې په موخه راځي. فکر کوئ یو مثبته پایله به ولري د دوی راتګ د پانګونې په موخه؟ بدون شک. ببینید، به هر میزانی که سرمایه گذاری در داخل کشور ما افزایش پیدا بکنه، به خصوص کشوری که شما اشاره کردین مثل چین، میتونه در دگرگونی های
اقتصادی کشور ما نقش بسیار مفید داشته باشه. خوشبختانه طی 3 سال با توجه به امنیت سراسری که در افغانستان با وجود آمد، با توجه به اینکه دیگه فساد مثل گذشته وجود نداره، بوروکراسی مثل گذشته وجود نداره و ما توانستیم یک روند شفاف را برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین المللی فراهم بسازیم. بنابراین سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه و منطقه که در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن نفع کلان را به ثبات اقتصادی ما رسانده و همچنین ما یک منافع مشترک را با این کشورها با سرمایه‌گذارانشون مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم که در نهایت هم ما از روند منتفع میشیم و به ثبات اقتصادی ما منجر و منتج میشه و هم کشورهای همسایه و خصوص تاجران و سرمایه‌گذارانی که در داخل کشور ما سرمایه‌گذاری کرده، اینا میتونن در واقع منافع کلان را نصیب او شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بسازه که در افغانستان سرمایه‌گذاری داشتن. یو پوښتنه ده چې لږ غوړو لږ وضاحت ورته ورکړو. ډېره مهمه پوښتنه دغه ده چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو او داخلي موسساتو فعالیت څنګه دی؟ وخت نه وخت ځینې رسنۍ راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې د بهرنیو او داخلي موسسو فعالیتونه ټکني شوي. ستاسې په دغه برخه کې وضاحت څه دی؟ خب فعالیت مؤسسات تا زمانی که در چارچوب منافع ملی، امنیت ملی و ثبات ملی ما باشه کاملا آزاد است و وزارت اقتصاد امارت اسلامی همکار مؤسسات است. ما تسهیلات زیاد برای مؤسسات فراهم کردیم. سفرهای مختلف به ولایات داشتیم، از نزدیک فعالیت مؤسسات و همکاری که ریاست‌های اقتصاد با مؤسسات داشت او را مورد توجه و ارزیابی و سنجش قرار دادیم و هر جایی که مانع بود به ریاست‌های اقتصاد توصیه کردیم که او موانع و محدودیت را از سر راه برداره، با مؤسسات همکار باشه. اما هر از گاهی ممکنه برخی مؤسسات فعالیت‌هایی داشته باشه که در مغایرت با منافع ملی ما باشه، در مغایرت با ثبات و امنیت و وحدت ملی ما باشه. بنابراین اینا خطوط سرخ ما هستند و هر مؤسسه چی داخلی و چی بین المللی و خارجی اگر در مغایرت با این اهداف حیاتی فعالیت بکنه ما جلوی زور میگیریم، یا ای که در گزارش خود اگر اینا شفافیت نداشته باشه و مثل گذشته خدای نخواسته دچار فساد شود قطعا ما او را بازخواست میکنیم. در غیر از این صورت تمامی فعالیت های مؤسسات در کشور ما آزاد است. امارت اسلامی به خصوص وزارت اقتصاد خود را همکار مؤسسات ملی و بین المللی میدانه. د مؤسساتو د کار د کیفیت څخه ډېر هیوادوال شکایت کوي او هغوی وایي چې پروژې په کیفیت او په معیاري توګه سرته نه رسوي. د دغو د پروژو د لا ښه کیفیت لپاره اقتصاد وزارت کوم خاص پلان په نظر کې لري او کنه؟ این شکایت هموطنان ما به ما هم رسیده بود و در موارد زیادی بجا بود. به همین دلیل بود که ما در یک نشستی که تمامی مؤسسات بین المللی حتی نهادهای مرتبط با سازمان ملل جمع کردیم به اونا تذکر دادیم که فعالیت‌های خود را بر اساس رضایتمندی مردم افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بدن و اولویت‌های مردم افغانستان و نیازمندی‌های مردم افغانستان را در پروژه‌های خود مد نظر قرار بدن، نه خواست‌های دونرها را که به اونا توصیه میکنه. بنابراین در این ارتباط خوشبختانه قدم‌های خوب برداشته شده و مؤسسات به ما تعهد کردند، اعلام همکاری کردند که بر اساس اولویت‌های انکشافی امارت اسلامی نیازمندی‌های مردم ما در ولایات، در روستاها، در قریه‌ها اینا پروژه‌های خود را، فعالیت‌های خود را ساماندهی خواهد کرد و از این نظر من فکر می‌کنم که مشکلی زیادی در آینده وجود نخواهد داشت. باز هم ما در این راستا نظارت می‌کنیم که اولویت‌های مردم ما، رضایت مردم ما در پروژه‌ها، در کارکردهای مؤسسات مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد. قدرمن مرستیال صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې د کار په بدل کې مرستې یا پیسې یو پروګرام دی، زما په نظر یو پروګرام دی هیوادوال ډېر اغېزمن بولي او دا پروګرام په هیواد کې اوس مهال څنګه روان دی او څومره هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره ده؟ خب یکی از برنامه‌های خوب و سازنده دقیقاً همین نکته است که شما اشاره کردین، برنامه کار در برابر غذا و این برنامه را ما عملی ساختیم. برخی مؤسسات که به این برنامه توجه نداشتن به اونا یادآوری کردیم، چون این باعث میشه که هم ایجاد اشتغال صورت بگیره، مردم ما صاحب کار و شغل و وظیفه شود و هم در واقع یک روندی از بازسازی و نوسازی در کشور ما به فعالیت میرسه. بنابراین این سودی دو جانبه داره برای مردم ما. به این دلیل بود که ما روی ازی تاکید کردیم و خوشبختانه پروژه های کلانی در ارتباط اجرا شده. البته تمام پروژه هایی که در سال گذشته اجرا شد پروژه های بسیار مهم و اساسی بود که بیش از 200,000 نفر
طبق احصایه و آمار ما از این روند مستفید شد و اینا صاحب کار شد و هم در قسمت بازسازی به کشور ما به وطن ما یک روند مثبت و یک گام مثبت برداشته شد. مرسل صاحب یو پوښتنه بله دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې څومره بهرنۍ او داخلي مؤسسات فعالیت کوي؟ خب آنچه که پیش وزارت اقتصاد ثبت است مؤسسات زیاد هست، یعنی بیش از 6000 مؤسسه در وزارت اقتصاد ثبت است، منتها 2500 مؤسسه بر اساس برآورد ما و نظارت ما همیشه فعال بوده. یعنی ما مؤسسات فعال میتونیم 2500 مؤسسه ارزیابی بکنیم، اما مؤسساتی که پیش ما ثبت است بیش از 6000 مؤسسه ثبت است، منتها اینا به دلیلی که گاهی کارکردشان ضعیف بوده، گاهی گزارش درست ارائه نکرده، گاهی با حالت تعلیق در آمده، ما اونا را جزء مؤسسات فعال ارزیابی نمی کنیم. اما مؤسساتی که همواره فعال بوده و کارکرد مثبت داشته برای مردم ما و با توجه به پلان‌های ما فعالیت‌های خود ساماندهی کرده 2500 مؤسسه است که ما از اونا از طریق رسانه شما تشکر و قدردانی هم میکنیم. آیا د دوی د فعالیت هماغه پخواني مقررات چې کوم اصول مقررات د وزارت اقتصاد لخوا پخواني مقرراتو باندې کار کوي دغه مؤسسات او کنه نوي مقررات تاسو ټاکلي؟ خب شما ببینید هر نظام سیاسی اصول و مقررات و اهداف و مانیفست خاص خود داره. بنابراین ما توجه کردیم به این نکته که یک سری کارکردها بود، اصول بود که در مغایرت با منافع ملی ما قرار نداشت. یک اصولی هست که در تمام کشورها رایج هست و محصول تجربه و آورده بشر هست. ما اونا را درش تغییر ایجاد نکردیم، اما او اصولی که در مغایرت با منافع ملی ما، با ارزش‌های تاریخی و دینی و هویتی ما قرار داشت، ما در از اونا تغییرات آوردیم. بنابراین یک روند ترکیبی در حال حاضر وجود داره. یعنی یک سری اصول است که از گذشته باقی مانده، یک سری اصول و مقررات و طرز العمل‌ها را ما جدیداً ایجاد کردیم و اونا را با یک فرایندی که سازگار باشه با ارزش‌های تاریخی ما مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم. در حال حاضر اصول و مقررات و طرز العمل‌ها یک روند تألیفی و ترکیبی هست از فرایند گذشته و زمان حال که امارت اسلامی او را درش تغییر ایجاد کرده. د مؤسساتو په څنګ کې انجوګانې نن ګورنمنت ارګنایزیشن دوی هم فعالیت لري په افغانستان کې؟ بله، در حال حاضر مؤسسات، انجوها، در واقع تمامی نهادهای خیریه، بشردوستانه و حتی انکشافی در افغانستان فعالیت دارند. منتها من این نکته را خدمت شما اشاره بکنم که تمرکز ما بر این است که مؤسسات به تدریج کمک‌های خود را، پروژه‌های خود را از بشردوستانه به انکشافی و توسعه‌ای سوق بده. ما روی این مسئله بسیار تاکید داریم و در نشست‌های خود با مؤسسات همواره این مسئله را یادآور میشیم و تلاش هم میکنیم که کم کم فعالیت‌ها از حالت بشردوستانه به انکشافی سوق داده شود. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ د لا اقتصادي پرمختګ لپاره اقتصاد وزارت په راتلونکي کې کوم پلانونه په نظر کې لري؟ پلان اصلی ما رسیدن افغانستان به خودکفایی هست. تقویت زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی و تجارتی کشور هست، اما در عین زمان ما در جلب و جذب کمک‌های بین‌المللی هم موفق بودیم و در حال حاضر روابط گسترده با دونرها، مؤسسات، انجوها و کشورهای مختلفی داریم که علاقمند کمک به مردم افغانستان هست. اما هدف اساسی ما است که در حوزه اقتصادی ما سیاست خودیاری و اتکا به ظرفیت‌های ملی را مورد توجه قرار بدیم. ما می‌خواهیم که افغانستان به تدریج به یک کشور خودکفا و به استقلال اقتصادی دست پیدا بکنه و از این منظر ما بتانیم در واقع رشد و توسعه بومی و ملی را در داخل افغانستان سازماندهی بکنیم. قدرمن مرسل صاحب ډیره زیاته مننه کور مو آباد چې موږ ته مو قیمتي وخت راکړ او موږ سره مرکه وکړه. سلامت باشین. تشکر از شما. بخیر باشین.